سلام. همونجوری که توی تصویر مشاهده میکنید یه غذای رژیمی و خوشمزه داریم به اسم کوکو کدو. مواد لازمش کدوی سبز، هویج، آرد سوخاری، تخم مرغ و ادویه هاست. تخم مرغ 4 عدد، هویج 4 عدد، کدو 3 عدد، پودر سوخاری و ادویه ها به میزان لازم. حالا هویج رو به همراه کدو رنده میکنیم، رنده درشت، و اونا رو یه ظرف بزرگ میاریم و اونا رو میریزیم توی ظرف بزرگتر. حالا کدوها و هویجای رنده شده رو با هم دیگه مخلوط میکنیم، دونه دونه تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم. این بین وقتی که اونا رو هم زدیم ادویه ها رو هم بهش اضافه میکنیم. حالا که ادویه ها رو بهش اضافه کردیم و تخم مرغ رو هم زدیم، آرد سوخاری رو بهش میریزیم تا اون غلظتی که ما میخوایم بهش بده. حالا موادمون آماده است تا سرخ بشه. مایتابه رو میذاریم رو گاز. برای اینکه رژیمی تر بشه میتونیم روغن زیتون بریزیم. به حرارت که رسید قاشق مواد کوکو رو داخل مایتابه میریزیم تا یک طرفش سرخ بشه و طرف دیگهش رو سرخ بکنیم. هم میتونید به صورت قاشق کوکو رو درست بکنید، هم به صورت یه تیکه و تخته. یک طرفش که سرخ شد طرف دیگه‌ش هم برمیگردونیم تا اون طرفش هم سرخ بشه. فقط برای درست کردن و سرخ کردن این کوکو باید حرارتمون کم باشه تا نسوزه. این کوکو رو میتونید با کاهو، گوجه، خیارشور و هر سسی که خودتون دوست دارید نوشیجان کنید. با نون پروتئینی هم بسیار رژیمی تر میشه. بفرمایید اینم کوکو کدو.